مرده که زن دارد و زنی که شوهر دارد اگر این 7 کار را کند البته خوشبخت می شود. این کار چیکارهای هست؟ دوستان عزیز، از همه شما خواهش میکنم برای خوشبخت شدن عائله خود و بر عائله دیگران نوا را تا آخر خوب تماشا کنید. ان الله فایده میگیرید و بر دیگران هم روان کنید تا اینکه از این نوار بهره برند و برای زندگی خویش کمی تغییرات درآورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان و از جمله هواداران شبکه کاروان عمر، دوستان عزیز، این گفته های من نه، بلکه گفته پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم بر ما و شما هست که کسی این 7 کار را عمل کند در زندگی خوشبخت‌ترین انسان می شود. پس نوا را با دقت تماشا میکنیم و به دیگران هم میرسانیم. 7 مصلحت پیامبرمان چنین است: عائله این مثل شیشه هست که فکر میکنیم این حاضر میشکند. برای عائله را مستحکم کردن انسان در بالای خودش سخت کار کردنش لازم است. امروز با شخصانی که عائله دار هستند، زن و شوهر دارند، 7 مصلحت پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم را میگوییم. همین مصلحت ها را کنید، با جفت و حلال خویش خوشبخت زندگی میکنید. البته این مصلحت را بر همسرتان یا بر شوهرتان رسانید. مصلحت یکم: ببخشید و فراموش کنید. با گفتی عالمان شخصی که بخشیده فراموش میکند از شخصی که نمیبخشد و با کینه و نفرت زندگی میکند از این دیده خوشبخت زندگی میکرده است. مصلحت دوم: با زن یا شوهرتان یک جای وقت زیاد گذرانید. یک جا وقت گذراندن مهر و محبت را باز هم مستحکم نگاه می‌دارد. برای یک جا طعام خوردن و یک جا سیر و گشت کردن وقت جدا کنید. بله، هست عائله هایی که وقتشان را زن در دیگر خانه و شوهر در دیگر خانه با تلفن می‌گذرانند. اینها سبب ویران شوی عائله می‌گردند. مصلحت سوم: هر روز بر جفت و حلالتان او را دوست داشتنتان را گویید. این زمان بر عائله گل تحفه کردن و دوست داشتنش را گفتن عیب شده است. اما ما و شما بر زمان امروزه نه، بلکه از حیات پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم عبرت گرفتنمان لازم است. مصلحت چهارم: کم جنگ کنید، زیاد تعریف کنید. اگر با زن یا شوهرتان چقدر جنگ و جنجال کنید، همانقدر دلش نسبت شما سرد می‌گردد. هر دائم مهربانی کنید. خطایی که یک بار در زندگیش کرده باشد دائما برایش نکشید. زیرا فراموش نکنید که هر یک فرزند آدم خطا میکند. به خطا و به عیب تنها پروردگار است. مصلحت پنجم: هر دائم به او رحمت گفتن را فراموش نکنید. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گفتند که شخصی که به خوبی انسان شکر نمیکند به خداوند هم ناشکر هست. به خوبی این کوچک شوهر یا زنتان به او رحمت گویید و تعریفش کنید. مصلحت ششم: با جفتتان مهربانی کنید. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم گفتند که خداوند ذات مهربان است و در هر یک کار شخصانی که مهربانی میکند دوست می‌دارد. عیناً همین مهربانی سبب خوشبخت شدن عائله می شود. مصلحت هفتم: چیزهای نادرکاری را از جفتتان انتظار نشوید. از چیزهایی که مهم نیست انتظار شده بعداً از جنگ کردن دور باشید. اگر همین 7 مصلحت را در حیاتتان درآورید، در کدام حالت بودنتان انشاءالله خوشبخت می شوید. پروردگارا بر ما و بر عائله من بخت و حیات شیرین را نصیب گردان. آمین.